داستان حسن غمکش. حسن غمکش خب یک نفر بود به نام حسن غمکش. از دوران‌های قدیم بود، قصه بود دیگه. میگه یک روز همیشه هم جگرخون بود، همیشه دم نان میامد میخورد، یک برزی یک پرابلم پیدا میشد. خب یک روز میدونم تمام زندگی از خود یک روز موقع خوش بود که چی بر بگویم. خب صحیح خوش بود. زن اولاد خدا گفت بیارین، گفت با خدا روز 24 روز خوش است. گفت چیگه هیچ گفت غم ندارم. گفت صحیح آورد نان به سرخان زن اولادش وان شیشت کلگی شیشت همین نمی کلگی بسم الله گفت دست خود دراز کرد. حسن غمکش که دست خود می خودی می دراز کرد. یک نفر تق تق زد دروازه گفت حسن غم، گفت حسن جان، گفت بیا گفت با خدا گفت که خانه همسایه یک گوساله‌ش دم نداره. یا حسن غمکش می دومی خودم که پاس ماندم اینجاش. گفت سایه گفت والا فکر کرده. گفت والا خو این گوساله اینا رو پیدا شد 4 تا پای داره. یک جای اگه برد یک چقوری بند بانه این دم نداره، یک چیز رقم از دم ازی بگیره کشش کنه. این کل روز این آدم یعنی فکرش نام کلگی نام خور کلی آدم دم فکر همون قرارش میرسن. زنش آمد گفت اومد که گفت بیان هم گفت نه و خدا مهربان دیست ما چطور شود کلی این گوساله دم نداره که یک جای بند بانه چطور آدم بکشه هستی. به مو خاطر تو حساب حسن غمکش هستی.